سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم در مورد برش، چسبوندن لت ها با هم صحبت کنیم. یه ویدیو خیلی کاربردی داریم، ولی قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم لطفا سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. خب همینطور که دارید توی فیلم میبینین، اول از کاتر غلطکی استفاده میکنه و شیشه که این خیلی گزینه خوبیه به این علت که کاتر غلطکی خیلی کمک میکنن ما راحت‌تر و روونتر برش بدیم. وقتی هم که از شیشه یا پلکسی کمک میگیریم برای دوخت، چون اون سمت کار کاملا روش مسلطیم و میبینیم، مطمئنیم که جایی که گذاشتیم و برای برش داریم استفاده میکنیم جای مناسبیه. میتونیم از این روش خیلی کمک بگیریم برای اینکه برش های تمیزی داشته باشیم. اگر هم احیانا کاتر غلطکی نداریم، کاترهایی که مثل تیغای جراحی هم خیلی کاترهای خوب و تیزی هن. بعد زمانی که میرسه به برش هایی که داخلیه برای کیف کارتش، میاد از گزن استفاده میکنه، چون خب کنترلش نسبت به کاتر غلطکی خیلی بهتره و جای کوچیک رو ما خیلی سخت میتونیم با کاترهای غلطکی کار کنیم. خب یه نکته مهم دیگه توی چسب زدن، بذارید برگردیم، میبینید داره رخ چرمش رو خراش میده. زمانی که ما میخوایم دو تا چرم رو به هم بچسبونیم، بهتره که قسمت زیری رو که رخ چرم داره خراشش بدیم، که زمانی که میخواد این دوتا رو هم دیگه فیکس بشن، راحت تر پرس های پشتی چرم روی لایه قبلیمون قرار بگیره و این فیکس شدنه خیلی محکمتر اتفاق بیفته و راحت کنده نشن. اینجا هم داره خراش میده با این وسیله و بعد هم چسب رو میزنه. چسب که یکم خودش رو معمولا بگیره، بعد میذاریمش روی لت بعدیمون. اینجا میاد اول از همه یه بار لت ها رو برش زده بچه ها. اینجا یه مقداری نیم سانتی از هر لت رو بزرگتر در نظر گرفته، چون ما زمانی که میخوایم لویز کنیم، چسب بزنیم، یه اتفاقی که میفته اینه که چرم احتمال داره کش بیاد، بزرگتر بشه. زمانی که روی همدیگه سوار میشن، از اون حالت که ما میخواستیم ابعاد لت اون باشه کمتر یا بیشتر بشه، که معمولا ابعاد یه ذره کشیده میشه و بیشتر میشه. در نتیجه میاد نیم سانت اضافه میذاره که زمانی که همه این کارا رو کرد و این اتفاقا افتاد، بعد برش نهاییشو بزنه که یه برش تمیز و یک دستی اتفاق بیفته. الان با پرگار اومد نیم سانت فاصله رو مشخص کرد که از قبل اضافه گرفته بود و الان داره اضافه ها رو برش میده، یعنی الان دیگه لت اصلی داره شکل میگیره. بعدم با سنبه های گردبرد گردش میکنه و الان این خطی که با پرگار انداخت دیگه جای دوخت بود و دوخت میزنه و سنباده. بعد از اینکه لبه ها رو حالا سنباده کرد، میاد با لبه گرد کن لبه ها رو گرد میکنه و آرمیتاژ رو موم و کیف کارت خیلی جذاب. امیدوارم که از نکته هایی که گفتم و نکته هایی که این ویدیو داشت خوشتون اومده باشه و براتون کاربردی باشه. اگر آموزش یا نکته هست که دوست دارین در موردش ویدیو درست کنم، حتما بهم بگید.